خب آقای باقری بزرگوار سلام. امروز 27م میدان میوه و تروار عراک. قیمت ها چجوری آقای باقری؟ امروز سیب درجه 2 داشتیم قرمز دادیم به 55 تا 60 مال ارومیه. سفید سوپر سمیرون داشتیم مال پادنا دادیم 100 تا کجا؟ پادنا. کدوم استان؟ مال اصفهان، استان اصفهان. خب موز سبدی داشتیم، موز ایرانی سبدی مال چابهاره. بخور بازارش سنگین شده، میدیم 50 تا 60. کدو چنده امروز؟ کدو هم داریم 30 تا 35. کدو از کجاست؟ کدو مال مشکینه. مشکین شهره؟ بله، اردبیل. اردبیل. اما انار برای شب چله. انار سابه داریم، کله‌وار داریم بین 80 تا 90، ضعیف‌تر داریم 60. پرتقال بلگی هم داشتیم، خود بازارش داغ بود، داریم 45 تا 50. خب فردا هم که با میدان تعطیله دیگه، درسته؟ نیم ساعت یه ساعت دیگه حالا کارا بکنیم، بریم کارا. تمام. ماشاءالله برف خیلی خوبی هم بارید. نعمت الهی، خدا رو شکر. یا علی.